خیلی وقت پیش وقتی زمین هنوز پر از اسرار بود و آسمون‌ها با خدایان پر شده بودند، سرزمین ایران یه نگهبان داشت که مردم خیلی بهش احترام می‌ذاشتن. آناهیتا الهه پاکی، فراوانی و آب‌های زلال. آناهیتا الهه‌ای بود با زیبایی وصف ناپذیرش. موهاش مثل موج‌های نرم رودخانه برق می‌زد، لباساش از جنس آب‌های جاری و درخشان بود و همیشه یه حس آرامش با خودش داشت. هر جا که قدم می‌ذاشت آب چشمه‌ها زلال‌تر می‌شدن، رودخانه‌ها با شادی جریان پیدا می‌کردند و زمین پر از برکت و سبزی می‌شد. گفته میشه آناهیتا از اولین روزهای تولدش در دل آسمون بزرگ شد. اون همیشه توی دشت‌ها و کنار رودخانه‌ها بازی می‌کرد. خدایان دیگه بهش میگفتن تو روزی نگهبان آب‌ها میشی، اما برای این کار باید قدرت و دانشت رو بیشتر کنی. آناهیتا همیشه با شور و هیجان گوش میداد و هر روز چیزای جدیدی درباره طبیعت و زمین یاد میگرفت. یه روز وقتی که آناهیتا کنار یه رودخونه بود، صدای زنی از دل آب شنیده شد. زن گفت آناهیتا، من روح این رودخانه‌ام. زمین به کمک تو نیاز داره. خشکسالی سرزمین‌های زیادی رو تهدید میکنه. باید چشمه زندگی رو پیدا کنی و آبش رو برای مردم بیاری. آناهیتا به خدایان مراجعه کرد و گفت چشمه زندگی کجاست؟ اونا بهش گفتن که چشمه توی اعماق کوه قاف، جایی که هیچ انسانی بهش دسترسی نداره، مخفی شده. آناهیتا با دلی پر از شجاعت به سمت کوه قاف راه افتاد. توی مسیرش باید از جنگل‌های تاریک و پر از موجودات عجیب عبور می‌کرد. یه بار یه مار بزرگ راهش قطع کرد. آناهیتا با قدرتش مار رو آروم کرد و بهش گفت که به جای جنگ بهش کمک کنه. مار که تحت تاثیر مهربونی آناهیتا قرار گرفته بود، بهش راه درست رو نشون داد. وقتی به کوه رسید متوجه شد که چشمه توسط یه دیو بزرگ نگهبانی میشه. دیو گفت اگه آب چشمه رو میخوای باید ثابت کنی که لیاقتش رو داری. آناهیتا بهش گفت آب برای همه است، نمیتونم بذارم مردم تشنه بمونن. بعد از یک نبرد سخت آناهیتا تونست دیو رو شکست بده و آب چشمه رو آزاد کنه. وقتی آناهیتا به آب چشمه برگشت، مردم با شادی به استقبالش اومدن. اون آب رو توی زمین جاری کرد و از اون به بعد همه جا پر از رودخانه‌ها و چشمه‌های زلال شد. مردم اسمش رو با احترام صدا می‌کردن و بهش لقب الهه آب‌ها رو دادن. میگن هر وقت یه رودخانه جاریه یا یه بارون آروم میباره، رد پای آناهیتا توی اون لحظه دیده میشه. مردم هنوز هم به احترامش دعا میکنن و معتقدند که برکتش همیشه با اوناست.